سلام، خوش اومدیم به پیج و کانالم AF نقطه آذرفار. بریم سراغ حروف ترکی. حروف به دو دسته تقسیم میشن: حروف مصوت یعنی صدادار مثل ا، ا، آ، او، او، ای که تو فارسی هم هستن. ترکی صدا حروف مصوت دیگه هم داره که ا، ü، ا هستن. مصوت ها به دو بخش تقسیم میشن: مصوت های گالن آ، ا، او، او و مصوت های اینجا ا، ا، ای، ا، ü که بعدا به دردمون میخورن. بقیه حروف صامت هستن، یعنی بی صدا، که تو مثال ها اول اونایی که منحصر به فردن رو میگم و در آخر حروف مشترک بین فارسی و ترکی. اول بریم سراغ منحصر به فردا. حروف صامت گ و ج که هر دو رو میتونین گ بگید که به حساب لهجه میذارن و اشکالی نداره. گ مثل قارپز یعنی هندونه. قارپز وارز دی یعنی هندونه دارین، که وار یعنی هست، وار هست. اگه گفت یو یا یوخ یعنی نه، یو، یوخ. اگه گفت یختی یعنی نیست، یخت، یخت، یخت. حالا صرف فعلا رو هم در آینده میگم. حالا برای خرید هم یه ویدیو جداگانه میسازم. گ مثل گز، گز، گیز نه ها، گز. همون حرف مصوت ا که گفتم که تو قسمت حروف مصوت بیشتر توضیح میدم. گز یعنی دختر. گره یعنی سیاه، گره. بالغ یعنی ماهی، بعضی جاها بالغ هم میگن، بالغ. ما خودمون بالغ میگیم. حالا بریم سراغ ج. ج حرفی بین گ و ز هست. در حال که میگید گ، ز هم بگید. گ، ج، ج، ج. ج مثل جزل. Sen çok güzelsen. به ترتیب تو خیلی خوشگلی. Sen çok güzelsen. جا یعنی بیا. جا برا یعنی بیا اینجا. جا برا. جیلاس همون گیلاس. جیلاس. حرف مصوت غ، غ. صدای حرف غ دقیقاً شبیه صدای غرغره کردن آب نمکه. غ مثل ساغ که معنیش میشه سلامت باش. ساغ اول به عنوان تشکر استفاده میشه. ساغ یعنی ممنون. و برای تحسین کار کسی که انتظار نداشتین کارشو به این خوبی انجام بده با این لحن میگیم ساغ. مثلا میتونیم بعد موسیقی به نوازنده بگید ساغ çok قشنگیدی. ساغ çok قشنگیدی. ساغ çok قشنگیدی. غ مثل soğan. Soğanın kilosu neçədir? neçə یعنی چند، دی یعنی است. پسوندهای مالکیت هم در آینده بهتون میگم.